که از خواب پا میشم قبل از هر چیزی موهامو میبندم، چون که میخوام از جلوی صورتم بره کنار. بعد یه کوچولو آب میخورم چون همیشه خیلی تشنه. معمولا اولین کاری که میکنم اینه که صورتمو با آب سرد میشورم. فقط آب سرد، هیچ شوینده، هیچ چیزی استفاده نمیکنم. فقط یه کوچولو مرطوب کننده خیلی خیلی سبک میزنم به پوست صورتمو. این لیپ بالم رو میزنم چون لبام خیلی وقتا خشک میشه. بعد موهامو شونه میکنم و خودم یه اوتمیل درست میکنم چون کوروش اوتمیل دوست نداره و هر میوه و بری که گیرم بیاد تو خونه داشته باشیم میریزم توش، چون بقیه روز ممکنه که یادم بره میوه بخورم. آخر سرم یه کوچولو پینات باتر و دارچین بهش اضافه میکنم که خیلی خیلی خوشمزه‌اش میکنه. زندگی رنگی‌تر شد. اینجا بچه‌ها من اول صبح دوست دارم پاهامو با جوراب بکنم توی تشت آب سرد. اینجوری صبحم خیلی خوب شروع میکنم. بعد همون آب میذارم به صورتم که از خواب پاشم. بچه‌ها آدم همیشه از سخت‌ترین کارو اول صبح بکنه که بقیه روز آسون باشه واسش. آخیش دوست دارم صبح که پا میشم مسواک بزنم. بعضی دوستان سر مسواک استفاده کنم. من تهشو بیشتر دوست دارم چون که سفتره، بیشتر حال میده. میبینی یه ذره دردش بیشتر و یکم اینجوری قدر زندگی و قدر خوبیای زندگی رو بیشتر میدونم. درد دیگه چون من برعکس میا که خیلی ژیتان صبحونه میخوره، خیلی ساده زندگی میکنم. صبحونه ساده ای میخورم، نون و آب.